روزتان بخیر و به شادی دوستانی عزیز و مهربان. امیدوارم که همتون خوب هستید، صحت و سلامت هستید. ما هم شکرانه الله سازیم خوبه. و دوستانی عزیز و مهربان، ما خوراک شام تیار کردم. برای ما خواستم که بر شما کم ترک نشون بدیم. برای خوراک شام تیار میکنیم. انمی گوشت قطعی، انمی آوشی. این خیلی گوشته که استیک تیار کردگی بودم. ولوکای گذشته ده هسته. همین استیکه یا نمودی دیگه شا فریدون مودا نشون داد. هم خیلی آز میکنم. گفته که اگر آوشی هم اندازی بخش رو تر میشه و برای ما همش یادونه گرفتم. یاردم شما در اینجا ایستادگیان مارم ببینید گفتستین. بعد با ما در کار همیو یارا که تی گریچکا میکنم. با گریچکا اینجا در دل نمیپزونم. یارا هاز یکم بیریون میکنیم. کم ترک بسیار نه. اینا چخاله که اوداف افتم 2-3 مینوتی طرف شد 2-3 مینوت او طرف شد بیریون میکنیم و ده کریشکش پشونده میمونیم. اینجا ده بیریون میکنیم و گرفته ده خوفکا میمونیم. بعد با مزاق میشه واز یارم ریزه میکنیم. خیلی پمیدورم خیلی میمونیم. یارم گفتم ریزه کنیم یا باری تاف بتیم. بعد بمونیم که میبینیم که چه خیلی میشه و همراه شما یک جایی تیار میکنیم. И вкусно куда. Акаш тайор када? Очень вкусно. Акаш тайор кад خوردیم очень вкусно بوده. خیلی خیلی. زنها و دخترهای عزیز، همه شما رو به کار دعوت میکنم در گروپای بهترین خودم، بهترین کار در کمپانی فابریلیک. چخیلی شما در روی اکران دیده سیدمی رسم را. همین کاتالوگی ما را 3 روز مونده. شما میتوانید آمده با ما همکاری کنید و در گروپای ما رجیستراسیون شده صاحب یکی از همین تحفه ها گردید و نگفته نمونند نه تنها ما بلکه در این کاتالوگ کمپانی خودش هم میگا اکسیا موندگی. برای میگا اکسیا در میگا اکسیا اشتراک کردن شما میتوانید رجیستراسیون شوید و خرید کنید و در این میگا اکسیا اشتراکچی شده. وقتی خود را سنجید ممکن در نصیب شما هست. در اینجا زیاده از 100 و چند پریز است. شما میتوانید اشتراک کرده یکی از این همین پریزها را صاحب شوید. همه شما را یک بار دیگر به گروپ خودم دعوت میکنم به کار. رجیستراسیون به پول، آموزانیدن به پول، دانستن زبان روسی حتمی نیست. مرحمت معلومات بیشتر در نمرهای بالای اکران بوده نویسید. اینم خیلی کارتوشکا را ریزه کردم. ایرام ریزه کردم. کم ترکی نمک کردم. اینجا ده باشه یارو بیریون کردستم. به هر دمی چیاش بسیار میپره روغاناش. ایده میان نمیتیم. بعد خوشبو میشکیم. اینم خیلی کم ترکی سرخ میکنیم. اینه بولا کوشه. بعد داینم خیلی لیستی دخوفکه میمونیم. شما ازی یارم میمونم. آبشیارم دا بایناش خیلی میمونیم. اینم خیلی گوشتا رو بیریون کردم و در بالای بقلاجانا باشه پمیدور را ریزه کردم موندم. ازی دا دخوفکه میمونم. کم ترک پریپراوا کردم با اکده دخوفکه میمونم میپزه و یا به حد سوکی بسیار میبرو رنگ گوشتا. اینجا ممکن 4 نشوه همش سیاه چه شوه. لیکن خیلی بمزه. نگفته نماند علاقه دخوفکمون در حرارت 230 گیرون کردم موندگیم یا 5 مینوت زیاد شد گیرون کردگیم گرم شده ایستادگی. بعد میمونیم شه ممکن 15 مینوت ممکن 20 مینوت تیار میشه و هر دخوفکه هر خیلی فرق گفت که 5-8-10 مینوت تیار میشه و یا دخوفکشون علوی بوده یا خیلی گازی. نکه ما دیر ترک تیار شد. برای ما هر دخوفکه هر خیلی فرق در چی کار کردگی بود. در رستوران کار کردگی بود. ایم اونجا میدونم در خانه تیار کردگی نیسته و در رستوران کار کردگی. تیار شده دوستان عزیز. یک نمود بامزه یا بقلاجانشو گرفتم. اینایی اوگلک هم قبامزه یکی حوز خیلی بگیریم با قری و مردک آمدن میگیریم. بعد میچشیم. خوراکی ما تیار شد. اینم خیلی ما گریچکا را کتی پیاز و سوزی ایتیورکا گذراندگی
мепазунум. Иро барои худум гирифтум баклажон бисёртар. Иро барои Мардак, иро барои Соня, иро барои Элиф, иша барои Фариза. Ё баклажон намехӯранд. Инами халхай хӯроки мо тайёр шид. ҳатман ки шумоам тайёр кунед. дар инҷо боша влогмона ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.